اخباری آزادی. سلام و وقت بخیر. من مومین احمدی هستم که خبرهای جهان و تاجیکستان را برای روز 29 نوامبر تقدیم میکنم. سرخط خبرها. با درخواست روسیه، پلیس بین المللی اینترپل یک زاده تاجیکستان را جستجو میکند. ملک محمد به چه جنایت گمانبر است؟ مشکل افراد دو شهروندی در روسیه. مقامات روس به تاجیکانی که دو شهروندی دارند اجازه بیرون شدن از این کشور را با شناسنامه تاجیکستان نمیدهند. وگرنه آنها را دستگیر میکنند، از 2 تا 5 هزار جریمه میبندند و آنها را نمیگذارند که از روسیه بیرون شوند. و گزارش در روز جهانی زنان حامی حقوق درباره بانوان جسور تاجیک که از حقوق انسان حمایت میکنند. زنها میتونن جدیتر همچون مادر به موضوع ها متوجه شوند. مقامات روسیه یک زاده تاجیکستان را به جستجوی بین المللی دادند. اینترپل یا پلیس بین المللی در سامانه رسمیش نوشت که ملک محمد قواتوف 37 ساله است و با عضویت در سازمان‌های مسلح و تروریستی گمانزد است. اطلاعات درباره او در اول ماه نوامبر امسال نشر شده است. در عکس گذاشته اینترپل، این زاده تاجیکستان سلاح به دست تصویر یافته است. ملک محمد قواتوف را ماه اپریل امسال در رویخط نو شده گمانبران به تروریسم در روسیه جای داده بودند. معلوم نیست مقامات تاجیکستان هم درخواست بازداشت او را دادند یا نه. نام ملک محمد قواتوف در رویخط بانک ملی تاجیکستان و در قطار شخصان علاقمند به تروریسم زیر رقم 819 ذکر شده است. اینترپل یا پلیس بین المللی چندین شهروند تاجیکستان را با درخواست مسکو دوشنبه در سراسر جهان می‌جوید. اکثر آنها به تروریسم و قاچاق مواد مخدر و کشتار گمانزد هستند. بعضی از سازمان‌های بین المللی در گذشته اینترپل را تنقید کرده بودند که با درخواست کشورهای به مثل تاجیکستان نمایندگان مخالفان و منقدان را جستجو و بازداشت می‌کند. در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های زمینی روسیه در یک هفته اخیر به گروهی از شهروندان تاجیکستان که همزمان شهروندی روسیه را دارند اجازه بیرون شدن از این کشور نمی‌دهند. این گروه نفرانی هستند که می‌خواستند با شناسنامه خارجی تاجیکستان روسیه را ترک کنند و در گذرگاه‌ها شناسنامه روسی خود را نشان ندادند. مقامات روسیه میگویند تصمیم منع بیرون شدن افرادی که شناسنامه روسی دارند بر پایه قانون گرفته شده است که روای افرادی دارای دو شهروندی را تنظیم می‌کند. همکارم میرزانبی خالقزاد با افرادی که مشکل دارند صحبت کرد و جزئیات بیشتری در دست دارد. میرزانبی، این مشکل تنها با آنهای دخل دارد که هم شهروند تاجیکستان و هم روسیه را دارند و یا دیگران هم با چنین مشکل روبرو شدند؟ سلام مومین، سلام بینندگان عزیز. بله، با چند نفری صحبت کردم که دو شهروندی دارند، یعنی هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه، ولی پاسپورت خارجی روسیه را ندارند و محض به همین سبب به خارج از روسیه سفر کردن نتوانستند. آنها و هم حامیان حقوق مهاجران میگویند مقامات روسیه باید پیشکی در این باره خبر میدادند، ولی مقامات روسیه به آنها گفتند که قانون قبول و اعلان شده، از بازگشت به وطن جلوگیری و جریمه کرده شدند. از جمله بختاور جمعه حامی مهاجران تاجیک در روسیه میگوید در فرودگاه به مادری سالخورده‌اش برای نداشتن پاسپورت خارجی روسیه اجازه پرواز ندادند و 2000 روبل جریمه کردند و هم پول بلیط هواپیماش سوخته است. بختاور جمعه به حیث حامی مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفت که قانون مذکور از 26 اکتبر سال روان به حکم اجرا درآمده است. شهروندان روسیه که دو و زیاده شهروندی دارند، خاک روسیه را میتوانند در آن حالت ترک کنند که شناسنامه روسی خارجی داشته باشند. وگرنه آنها را دستگیر میکنند، از 2 تا 5 هزار جریمه میبندند و آنها را نمیگذارند که از روسیه بیرون شوند. میرزانبی، هدف مقامات روسیه از قبول این قانون چیست و آنها با این کار چی میخواهند؟ قبل از آن که به این سال پاسخ دهم، حالا یک خبر دیگری که دسترسی ما شد و در سامانه نصیحت شبریم هم به نشر رسیده است میخوام یادداشت شوم. یعنی از شهروندانی که حق بیرون رفتن از مرز روسیه را ندارند باید شناسنامه‌های خود را به مقامات سپارند و این قرار 11 دکبر همین سال اعتبار پیدا می‌کند.
طبق قرار مذکور کارمندان FSB و اشخاصی که به معلومات سری دولتی دسترسی دارند اینچنین محکوم شدگان، گمانبر شدگان و عیبدار شوندگان پرونده های جنایی، قرضداران با مبلغ خیلی بزرگ، مفلس شده ها و سن دعوت به خدمت عسکری منع کرده می شود و پاسپورت های خارجیشان پس گرفته می شود. و اکنون سوالی که شما دادید در صحبت با ما حامیان مهاجران میگویند تا زمان دریافت شناسنامه خارجی روسیه شهروندانی که دو شهروندی دارند میتوانند به قزاقستان و یا به قرقیزستان که این دو کشور عضو سازمان یورازیس هستند پرواز کنند و از آنجا با پاسپورت های تاجیکستان هم راهشون را میتوانند ادامه دهند. برخی از همصحبتان ما میگویند که یکی از سبب های دیگری جاری کردن چنین شرایط به خاطر جلوگیری جوانان دو شهروندی که از رفتن به جنگ اوکراین فرار میکنند میباشد. در 6 ماه اول سال روان تقریبا 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه گرفته است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر می باشد. به حساب میانه هر روز قریب 500 تاجیکستانی تبعی روسیه را میپذیرند و شمارشون میان شهروندان نوی همین کشور بیش از 42% را تشکیل میدهد. تاجیکستان یگانه کشور آسیای مرکزی است که با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارد. تشکر میرزا نبی. برنامه را با گزارشی از اوکراین ادامه می‌دهیم. راههایی که روسیه در اوکراین همینکاری کرده است برای نظامیان این کشور برای ادامه مبارزه مشکلی جدی ایجاد کرده است. هرچند از هزارها مینه جایگزین شده صدها عددش به جان نظامیان و ساکنان ملکی اوکراین یک خطر واقعی میباشند، همین مواد ترکنده از طرف اوکراینی‌ها ضد روس‌ها هم استفاده می‌شود. نظامیان اوکراینی راههای حرکت ماشین‌های نظامی روسی را مشاهده کرده آنها را مینه‌کاری می‌کنند. گزارش را خیرامان به قزاده تقدیم می‌کند. مینه‌روب‌های اوکراین ترکش ماشین‌های نظامی روس را در مینه‌هایی که خود روسیه جای کرده است نظارت می‌کنند. کار برای اوکراینی‌ها هم زیاد است. Найефективніші підриви ворожої техніки відбуваються на магнітних. нишонразтаринаш минаи зидди мошинҳои душман магнитӣ ё часпанда аст. вақте танк ё дигар мошин дар рӯи он пайдо мешавад, метаркад ва танкро зарра зарраву пора пора мекунад. мо барои онҳо ва онҳо барои мо мина мегузоранд. онҳо дар фикри гумроҳ кардани мо ва мо ҳам дар фикри гумроҳ кардани онҳо ҳастем. В цей час вибухає і БК танка, і тобто розлітається він на молекули. Мінакорҳои Украин роҳҳои ҳаракати русҳоро мушоҳида мекунанд. Там кожен день під'їжджала беха. ماشین‌های نظامی آنها هر روز آمده مفقعهای ما را آتشباران می‌کنند. ما آنجا صبح بروقت هنوز تاریک بود که رفتیم. مینه‌ها را در خط راه گذاشتیم و خودی همان روز نصف روزی ماشین‌های آنها از بالای آن گذشته ترکیدند. پیاده‌گردهای آنها را خراب کردیم. روز خوبی بود. Трохи пізніше вона підірвалася. барои таркидани баъзе навъҳои мина расидан ба онҳо шарт нест. вақте ҳадаф наздик мешавад, аз роҳи сенсор мина худаш метаркад. مقصد ما کشتن آدمی زیاد نه، مجروح کردن است. جریان بیرونکشی آنها می تواند سرعت پیشرفت آنها را در خاک ما کندتر کند. سازمان هالوتراست میگوید در خاک اوکراین صدها هزار مینه گذاشته شده است و برای بی‌ضرر کردن جنگل و زمین‌های کشاورزی ده‌ها سال در کار می شود. در تاجیکستان از روز جهانی زنان حامی حقوق که هر سال 29 نوامبر تجلیل می شود یاد کردند. زنان انگشت شماری در تاجیکستان هستند که با جسارت از حقوق ساکنان حمایت می کنند. برخی از آنها برای کارشان و مخصوصا حمایت از حق مخالفان دولت زیر تنقید یا فشار و تهدید قرار می گیرند. گروه هم تاجیکستان را زیر فشار ترک کردند. همکارم سروناز روح الله و شهلای عبدالله درباره کار و تلاش‌های چند زن فعال گزارش تهیه کردند. دلربا самадова раҳбари созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ аз камтарин занони ҳомии ҳуқуқ дар тоҷикистон аст ки қариб 2 солабоз дар ин бахш фаъолият мекунад. созмони ӯ аз ҳаққи сарбозону ҷавонони синни даъват ба артиш
حمایت میکند. دلربا اول در سال 2005 همراه با 7 حقوق شناسی جوان سازمان امپارو را تأسیس داد. پس از بسته شدن آن دفتر آزادی های شهروندی را بنیاد گذاشت. وی میگوید کارش این همه سال آسان نبود، ولی نیاز جامعه به حامیان حقوق او را نیرو میداد. تا گذراندن رفرم ما زیاده از 2500 ادوکات داشتیم. حالا تقریبا از 800 تا 900 هستند که در بعضی ناحیه‌ها تو ادوکات ها دیده نمیشوند. یعنی شهروندان به سود به حمایتچی میروند و از حقوق خود برخوردار نیستند. دیگه نمودی مشکلین البته یعنی یک دیگر فهمی کم شده است از این جهت. دلربا و همکارانش در بحث‌های دادگاهی از جبردیدگان قانونشکنی‌ها در ارتش حمایت می‌کنند. برای زن این کاری سخت است. مثل دلربا در تاجیکستان زنان حامی حقوق زیاد نیستند. شماره آنها تا رفت کمتر می‌شود، ولی هنوز هم کاری خود را ادامه می‌دهند. ریحانه حقبردی‌یوا رهبر سازمان جمعیتی دلافروز در شهر باختر بیشتر زنان خشونت دیده را حمایت می‌کند، هم با سخن خوش و هم با حرف قانون. ثمره کارش به او دلگرمی می‌دهد. میگن که همین معلمه اینقدر شما فقط روزی در روز همین خیلی گریه و نوله و همین زنها را میشنوید دلتون نمیگیرد. میگم که دل من میگیرد. من نمیخوام که همین زنها همین خیلی اومده همین خیلی احوال گرفتار باشن. نه که من میخوام دست دراز کنم و همو که یاردم رسونم. خشونت خانوادگی در تاجیکستان عادتاً کاری درونی عائله دانسته می شود. با این بهانه به مشکل زنان رسیدگی نمی شود و سازمان‌های غیر دولتی یگانه جایی می باشند که آزاردیده‌ها در آنها را می کوبند. مسئله زورآوری مراجعت کرده ایستاده. خب چی حادثه روی داده است؟ 29 نوامبر روز جهانی زنان حامی حقوق است. قدردانی زحمت و تلاش آنها در دفاع از حقوق دیگران در جامعه، پیشگیری از خشونت و فداکاری آنها در این روز وصف کرده می شود. آنها برای کارشان و مخصوصاً حمایت از حق مخالفان دولت زیر تنقید یا فشار و تهدید قرار می گیرند و خاموش می شوند و برخی دیگر کشور را ترک می کنند. در چنین شرایط کار کردن آنها قهرمانی دانسته می شود. وابسته از تفاوت‌های سن و سالی، مقام اجتماعی و ارزش‌های انسانی اونهای جهانبینی و موقع شهروندی و اعتقاد دینی، زنها میتونن جدی‌تر همچون مادر به موضوعها متوجه شوند، رحم دلتر نیز هستند. مردها نیز کوشش میکنند و در بعضی موردها به هر صورت پروکورور یا دیگر نهاد قدرتی از موردی رپرسیه یا تهدید و فشار قرار دادن زنها خودداری میکنند، ولی باعث تاسف است که سالهای آخر وابسته به انگیزه و ماهیت پرونده بررسی شونده به زنها نیز چنین امکانیت داده نمیشود. و در این اما این حقوقدان تاجیک تاکید میکند که کار به جای کشیده شده است که برخی ادوکات‌ها ناعلاج بین جبردیده و مقام عیبدار کننده وظیفه میانروی را اجرا نموده زندگیشان را پیش میبرند. ولی این حرفها هم هست که برخی از زنان حامی حقوق در تاجیکستان برای دریافت مبلغ‌های رایگان سازمان‌های بین‌الملل لایحه‌های خوب می‌نویسند، پول به دست می‌آورند، اما نه همیشه آماده کمک به کار افتاده‌ها هستند. اکثرا آنهایند که از اظهار نظر با رسانه‌ها و بلند بردن معرفت حقوقی جامعه خودداری می‌کنند. برخی دیگر نمی‌خواهند به این وسیله کاری مهمی آنها به چشم مقامات رسد و باعث فشار و تعقیب یا حتی بسته شدن سازمانشان گردد. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 29 نوامبر لایحه قانون را درباره تغییر پرچم دولتی آن کشور در قرائت اول قبول کردند. از لایحه 66 وکیل جانبداری کرده 8 نفر ضد برآمده است. دوستان به کشف یکی از وکیلانی که به ضد تغییر پرچم دولتی قرقیزستان رای داد گفت یگان پرچم مانع رشد کشور نشده است. پیشتر نماینده پرزیدنت و دیوان وزیران در پارلمان قرقیزستان الماسبک ابیتف هنگام بررسی سند گفته بود که دیوان از این اقدام پشتیبانی میکند. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای اخبار بیشتر شما با سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاسنیکی وارد شوید. اگر خبری دارید به ما نویسید. خدا نگهدار.